28 روز با شکرگزاری. روز 22 درست مقابل چشمانت. راندا برن، کارگردان فیلم راز یا همون سیکرت و کتاب معجزه شکرگزاری، میگه که 7 سال پیش که به راز و قدرت اعجازآمیز اون پی بردم، فهرستی از خواسته هام تهیه کردم. یک فهرست بلند بالا. در اون موقع به نظر نمی رسید که به هیچ وجه رویاهام به حقیقت بپیونده. به هر حال 10 خواسته عمدم رو که روی کاغذ نوشته بودم هر روز با خودم این ور اون ور می بردم. هر وقت فرصتی پیدا می کردم فهرست رو بیرون می آوردم و اونو مرور می کردم و برای هر کدومشون انگار که اونو دریافت کردم تا جایی که می تونستم خدا رو شکر می کردم. اولین خواستم و یعنی همونی که بیشتر از هر چیز دیگه می خواستم مرتب مد نظر داشتم و عبارت اعجازآفرین خدایا شکرت رو چند بار در طول روز برای اون به زبون می آوردم و احساس می کردم که به اون خواسته رسیدم. تک تک آرزوهام به گونه‌ای معجزه‌آسا مقابل چشمانم ظاهر می شد. به محض اینکه دریافت آرزوهام رو حس می کردم اونو از روی فهرست خط می زدم و موقعی که خواسته جدیدی داشتم اونو به فهرستم اضافه می کردم. به طور مثال یکی از آرزوهای من از اون فهرست بلند بالا سفر به بورا بورا در نزدیکی تاهیتی بود. بعد از گذروندن یک هفته عالی در سفر، دقیقاً همون جایی که اونو در فهرستم آورده بودم، اتفاق عالی و فوق‌العاده‌ای برام افتاد. به این صورت که در راه بازگشت به کشورم هواپیما در خاک تاهیتی توقف کرد تا مسافرانی رو سوار کنه. قبل از اون اتفاق هواپیما خالی بود، اما دقایقی بعد به دلیل کثرت مسافران بومی تاهیتی جای سوزن انداختن هم دیگه وجود نداشت. یک دفعه خنده، چهره‌های خندان و شادی محسوس منو احاطه کرد. همونطور که از اون مسافرت کوتاه با اون افراد دوست داشتنی لذت می‌بردم، فوراً علت شادی اونها در ذهنم مشخص شد. اونها شاکر بودن. یعنی اونها از این که زنده بودن، سوار هواپیما شده بودن، با هم دیگه بودن و برای مقصدی که میرفتن خدا رو شاکر بودن. اونها از بابت همه چیز خدا رو شکر میکردن. من میتونستم تو هواپیما کنارشون بمونم و دور تا دور دنیا رو با اونها سفر کنم. بودن با اونها احساس خیلی خوبی داشت و یک دفعه به ذهنم رسید که من به خواسته آخرم رسیدم. همون بورا بورا که آخرین خواستم در فهرست بلند بالای اصلیم بود و دلیل این که من سوار اون هواپیما بودم درست پیش روم بود، یعنی شکرگزاری. بنده این ماجرا رو به عنوان نمونه الهام بخش از طرف راندا برن با تو در میون گذاشتم، چون خواستت هر قدر هم که مهم باشه همون رو میتونی از طریق شکرگزاری دریافت کنی و حتی بیشتر از اون رو هم میتونی. شکرگزاری چنان شادی و لذتی به زندگیت میاره که هرگز در تمام زندگی و عمرت چنین چیزی رو احساس نکردی و این واقعاً ارزشمنده. خود من هم از زمانی که استفاده از شکرگزاری و قانون جذب رو شروع کردم تا به الان حدوداً 2 سال میگذره. درسته که هنوز به خواسته های نهاییم نرسیدم، اما دونه بدونه خواسته هام تحقق پیدا کردن. حالا نوبت توئه که با استفاده از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری کاری کنی تا تمام خواسته هات پیش روت ظاهر بشن و اتفاق بیفتن. با آغاز روز 22 شکرگزاری فهرستی از 10 خواسته اصلیت رو که قبلا آماده کردی بردار. بعد از اون تک تک جملات و خواسته های فهرستت رو بخون و برای هر کدوم به مدت 1 دقیقه تصور کن که به خواستت دست پیدا کردی و جوری که انگار همین حالا به خواستت رسیدی تا جایی که میتونی حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. تا انتهای روز 22 فهرست خواستهات رو همراه خودت داشته باش. حداقل در طول روز 22 در 2 موقعیت فهرستت رو بیرون بیار و همه اونها رو بخون و انگار که تک به تک اونها رو دریافت کردی تا جایی که میتونی شکرگزاری رو احساس کن. اگرم دلت میخواد که سریعتر به خواستهات برسی، تأکید میکنم که از امروز به بعد فهرست خواستهات رو در کیف پول یا کیفی که به همراه داری بذار و هر جایی که میری اون رو با خودت ببر.
هر وقت فرصتی پیدا کردی اون رو از کیفت در بیار و همش رو بخون و برای تک تک اونها تا جایی که امکان داره حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. وقتی هر خواسته‌ای مقابل چشمت ظاهر شد و اتفاق افتاد، اونو از فهرستت خط بزن و یکی دیگه بهش اضافه کن. اگرم مثل من باشی، هر دفعه که خواسته‌ای رو از فهرستت خط میزنی، از شدت شادی چشمات پر از اشک میشه، چون اون چیزی که ناممکن به نظر میرسیده از طریق قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری امکان پذیر شده. بسیار خوب دوست خوبم، مطالب مربوط به تمرین معجزه‌آسای شماره 22 یا روز 22 هم به پایان رسید. یادت باشه که هر روز 10 نعمت یا موهبت الهی رو که داشتی، داری یا میخوای داشته باشی در دفتر شکرگزاریت بنویسی و بابت تک تک اونها خدا رو شکر کنی. فراموش که نکردی، شب پیش از خواب یادداشت شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو در دستت بگیر و بابت اتفاق یا اتفاقات خوب روزت خدا رو شکر کن. بسیار خوب دوست عزیزم، تا فردا و مطالب مرتبط با تمرین معجزه‌آسای شکرگزاری روز 23 می سپارمت به آغوش عاشق پروردگار عشق.